ما کار آمدیم، ما روزه را چه میگیریم؟ به خاطر یک ماهی کاریتون اینا بگذار شما $1000 یافتید. یکی شما میدونید که میلیارد ثواب ای دست داده، میلیارد ثواب با $1000 شما بگیم تمام ثواب عوض کردید. میگه روزدار به دو چیز خرسند ای. یکم کدام وقتی که اذا افطر فرح بفطره. پیامبر میگه یکم خرسندی روزدار همین که وقتی ساعت روزشکایش میاد بین دقیقه را نگاه میکنیم، تیستا شو خرسندیم، همین دستمون رو توقع دراز کردیم، خرسندی فراوان میگیرم. یک خرسندی. دویم خرسندیش اذا لقی ربه فرح بصومه. دویم خرسندیش میگه که وقتی خدا جمالش نشانش میده، میگه همین جمال من نشان دادنم به خاطر روزت های. انا اونجا میگه با روزه داشتنش خرسند میشه که من در عوض روزه داشتنم جمال پروردگار ندیدم.